درود. با نصب اتوماتیک پمپ آب در خدمتتون هستیم. ابتدا برای نصبش روکش روش رو باز میکنیم، بعد این اتوماتیک رو روی چهارراهی پمپ آب رو قصد میکنیم. اینو با دقت روی اون چهارراهی به سمت عقربه‌های ساعت میچرخونیم تا کامل صفر بشه. دقت میکنیم که خوب بسته بشه و کاملا صفر بشه تا آب نشتی نداشته باشه. بعد از اینکه نصب کردیم ما دو تا سیم داریم. یه دونه سیم که مستقیما از برق کنترل وارد مدار میشه و یه دونه سیم هم که اینو مشاهده میکنین از خود پمپه. چرا داخلش سه تا رشته، یه رشتهش مال ارت با اون کاری نداریم. وقتی که از محل مورد نظر وارد کردیم، یه رشته از نولش رو به خانه اول پمپ وصل میکنیم و رشته دوم فازش رو به خانه سوم پمپ وصل میکنیم. بعد از اینکه خوب سفتش کردیم همین کار رو برای برق سیم داخل پمپ انجام میدیم که رشته نولش رو به خانه شماره 2 وصل میکنیم و رشته فازش رو به خانه شماره 4 وصل میکنیم. تو تصویر مشاهده میکنین ترتیب قرار گرفتنشون. بعد از اینکه وصل کردیم خوب سفتش میکنیم تا اتوماتیک مشکلی پیش نیاد براش و اتصالی نکنه. حالا این مخزن رو اینجا چون مخزن فشار هوا ندارن، به جاش از جای نوشابه استفاده کردیم برای هواگیری. اینو پر آب میکنیم و حتما شما میتونید از این استفاده کنید. حتما این کار انجام بدین که برای هواگیری به مشکلی بر نخورین. روی این پمپ این دوتا پیچی که میبینین قرار داره پیچ کوچیک برای استارت کردن پمپ و پیچ بزرگم برای مجدد قطع پمپ. این با روشن کردن پمپ مقداری باز و بسته کردنشون میتونین تنظیمش کنین که به موقع پمپ استارت کنه و به موقع پمپ قطع کنه. حالا اینجا میبینیم که به موقع استارت میکنه و قطع میکنه. اوکی.